امروز بهتون میخوام 3 تا ابزار معرفی کنم که باهاش وای فای رو هک میکنن. ولی خب شما اصلا از این ابزار استفاده نکنید. چرا؟ چون کار درستی نیست. سلام عشق من، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شاید واسهتون سوال شده که من چرا امروز عینک زدم. خب عینک دوست دارم. خب بگذریم از این مسائل. اپلیکیشن نتکات که حواستون باشه حتما از خود سایتش دانلودش کنین، از اپ استور دانلودش نکنین. اون اپ فیک وای فای WPS تستر و در نهایت اپلیکیشن زانتی هم از سایت ایرانی میتونید به راحتی دانلودش کنید. برای اینکه بخواید جلوی این حمله رو بگیرین باید WPS مودماتون رو آف کنید. حتما یادتون باشه WPS تون رو روی روتراتون آف کنید. چشمون که البته نمیبینید، ولی در صورت چشمنین دوستتون دارم. خیلی مراقب خودتون باشین. فعلا